من میگن چرا بچه قاتل سریال چه افسردگی میشه بخاطر که اینو براش بچگی نخریدین. داداش اینا چیه؟ یه واسه $200 از کجا اومده؟ چین. چی توشه؟ ببینیم چی توشه. بیا قبل از اینکه بریم بسا رو باز کنیم من همه رو تقریبا دیدم بخاطر که سر ویدیو اینستاگرامم که صفحه میاد وای سوگن چجوری صفحه رو روی ویدیو یاد میاری. قبل از اینکه اینا رو باز بکنیم اینجا من قبلش داخل یوتیوب اینستاگرام بازشون کردم و دیدم چی ولی شما ندیدید. آماده ای؟ این یه بسته پیتزاست ولی توش پیتزا نیست. That right there is emotional damage. گفت این چیه؟ وای سوگن اینا چیه؟ اینا رو دیدی؟ نه ندیدی؟ نه چیه؟ اینو وصل کنی به پایین اون اینجا؟ داره. آره اون وصل کنی به اون سب اینا وصل کنی به این اینا لوستره؟ نه بابا لوستر چیه؟ خب چه اینا رو بیرون وصل میکنن اونا که اوتدور رو نمیدونم چیز رو باغ و نه خلاصه خب بیا اینو بس کنم بیا آره اینو وصل کنی بعد اینو وصل کنی به این بعد اینو وصل کنی به این و بعدش اینو میذاری بیرون. وقتی داخل حیات خلوتی پشت بون اینجا بذاری اینو صدا میده؟ وقتی که باد بیاد باد به این بخوره این اینطوری میشه. چه قشنگ آره اینا اینطوری تکون میخوره. چه؟ چیز باحال آره. افکت باحالی داره. حالا من با دست دارم میکنم ولی با سرعت باد همینطوری خیلی قشنگه تکون میخوره و باحاله. باحالیه پس بریم به ماشین وصل کنیم پنجره باز کنیم بریم بیرون. آره خلاصه اینطوری افکت داره. کاش میشون رو بریم بیرون امتحانش کنیم. آره چیز باحالیه. ویدیوشو میذاریم براتون ببینید. آره. من اینا رو سرچ کردم دوست از بفهمم چیه. چه باحال افکتش. سری میشه قشنگ میشه آره خیلی خوب این آیتم باحالی بود. آیتم بعدی اگه گفت این چیه؟ خب نگاش کنم بهش میگن تلسکوپ فکر کردم گواشی چیزی نه اینا یه لنزای انقدیه که توش نگاه میکنی میتونی مثلا تا چند ایکس رو ببینی. خدا گفته چند برابر زومش چه باحال زومش گفته 2000 برابره خب ولی خرابه. شما 2000 برابر زومتر میبینی الان بلکه دورتر هم میبینی. آره به جایی که بری نزدیکتر ببینی بلکه اگه اینجا از عقب‌تر میبینی لنزش واید اصلا خرابه. من خیلی ذوقش داشتم وقتی فهمیدم همچین چیزیه اومدم اینجا اصلا سرش هم پیچیه مثلا لنزش باید زوم تر شه کنه اینا ولی هیچ اتفاقی نمیفته. خیلی چیز جذابی بود ولی کار نمیکرد و خراب بود و من کلی افسوس خوردم که چرا کار نمیکنه. آیتم بعدی چیه؟ کسر کفش. چی کار میکنه؟ دیدی کف کفشت باز میشه بعضی وقتا و خراب میشه کفشت. این چسب رو برمیداری خب strong shoes میزنی دور تا دورش و اون دهنه که باز شده رو این برای بعضی وقتا مثلا چیز یا مثلا میخوای بری بیرون یه چیزی یا میبینی کفشت چیز شده. آره ولی من $200 برای این جعبه پول دادم و زورم میاد الان یکی از آیتماش خرابه یکی از آیتماش چسب کفشه. این نریز خواهر اگه بریزه خواهر فشارش نده. خب فشار ندادم به خدا با قدرت هوا داشت میومد بیرون. آیتم بعدی